شهرکی از خیمه در کابل سرپناه درست برای بیجا شدگان افغان نیست. باغ آزادی حالا جای برای زندگی صدها نفر شده است که از جنگ و گرسنگی و فقر گریختند. اکثریت از شمال افغانستان فرار کردند که آنجا طالبان با ضد نیروهای دولتی می جنگیدند. با نزدیک آمدن زمستان و کمکی کمتر این مردم ناامیدتر شدند. ما از مجبوری آمدیم دمی کمپ خیمه زدیم. کرایه خانه رو توانش ندارم، واسش ندارم که کرایه خانه بودم چی بودم. مشکلات ما زیاد از باشه داشته و من نمیخوام با پنجاه مگه دمی سر خیمه چیزی میایم گرفتن نمیتونم شهر رو بس. اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید تنها در کابل 50,000 بیجا شده زندگی میکنند. در سراسر افغانستان در نتیجه 10 ساله ها جنگ و ناآرامی تقریبا 3.5 میلیون نفر بی خانمان شدند. بسیاری ها اینجا میگویند خانه برای برگشتن هم ندارند و احوالشان بسیار بد است. پایسی که راه موتر نیست دیگه نیست، یعنی ما بسیار با مشکل جدی ایسو سرما آمده، ایسو چیز کمپل داریم در زیر پای چیز. افغانستان خشکسالی را سپری کرد و مردم گرسنه هم زیادند. با آمدن طالبان به قدرت تقسیم کمک‌های بشری نیز به هم خورد. ذخیره‌های بین المللی پولی و مالی افغانستان را دست نارس کردند و پولی کمک‌های بشری را هم گرفته نمی شود. بعضی از عائله‌ها از سازمان ملل کمک می‌گیرند اما مردم نان ندارند و ندارند. بعضی طفلک هستند که مجبور هستند که گوشنه ماندند، از مجبوری زیاد میبرند و سرکوبگذاری میکنند. یک تعدادشان موتر زدند، فوت کردند و یک تعدادشان سردی زمستان کشته است. سازمان‌های امدادی خارجی میگویند در افغانستان یک بحران بشری با سرعت اوج میگیرد. آن بیجا شدگان اردوگاه که خانه دارند برای برگشتن پول میجویند. گروه دیگر به عادی ترین لوازم برای زندگی احتیاج دارند.